در زمانهای خیلی قدیم در یکی از شهرهای فارس دوزنده فقیر با نام حسن زندگی میکرد. او زن و پسری با نام علاوالدین داشت. وقتی علاوالدین 10 ساله شد پدرش به او گفت میخواهم پسرم مثل من دوزنده شوی. از آن روز بعد هنر خود را بر وی یاد میداد، ولی علاوالدین نمیخواست چیزی را یاد بگیرد. هر وقتی پدرش از دکان بیرون میرفت علاوالدین به کوچه گریخته با بچه ها بازی میکرد. از صبح تا شام آنها در گرد و اطراف شهر دویده گنجش شکار میکردند و باغ‌های دیگران در آمده شکم خود را با انگور و مرود سیر میکردند. از همه زیادتر میخواستند که کسی را در راه داشته مسخره کنند. در گردش جمع شده او را با سنگ میزدند. دوزنده از این رفتار پسرش خیلی غمگین میشد. او را هم نصیحت میکرد و گاه جزا میداد، ولی همه‌اش بیفایده بود. دیری نگذشته حسن از غم و غصه بیمار شد و از عالم گذشت. زنش همه چیزهایی را که از او باقی مانده بود فروخت. برای آنکه خود و پسرش را با خوراک تأمین کند از پخته کلابه رسیده میفروخت. همین طور خیلی وقت گذشت. علاوالدین 15 ساله شد. باری وقتی که او با بچه ها در کوچه بازی میکرد به نزدش یک مردی درویش آمد که جامه سرخ و سله سفید پوشیده بود. او به علاوالدین نگاه کرد و با خود گفت انا همین است پسرکی که من میکافتم، عاقبت او را یافتم. آن مرد درویش مغربی بود. او با ایما و اشاره که از بچه ها را به نزدش جیغ زده پرسید که آن پسرک یعنی علاوالدین کیست و در کجا زندگی میکند. بعد به نزد علاوالدین آمده گفت آیا تو پسری حسن دوزنده نیستی؟ بله جواب داد علاوالدین، لیکن پدری من چند سال پیش از عالم درگذشت. این گپ را شنیدم مغربی علاوالدین را به آغوش گرفته بلند گریه کرد. علاوالدین من عمک تو و برادری پدرت هستم. من چندین سال در سرزمین های دوردست بودم و برادر خودم را ندیدم. اکنون به شهر شما آمدم که برادرم را بینم، ولی او فوتیده است. من تو را شناختم چون که به پدرت مانند هستی. سپس مرد مغربی با علاوالدین 2 تنگه طلا داد و گفت پسرم بغیر از تو غمگساری ندارم. این پولها را به مادرت ده و وی بگوی که عمکم برگشته است و پگاه بگاهی به خانه ما مهمان می شود. بگذار مادرت خوراک خوبی تیار کند. علاوالدین به نزد مادرش آمده همه اش را نقل کرد. مادر خیلی ناراحت شد. چی؟ تو پناه مسخره میکنی؟ گفت مادرش. پدری تو برادر نداشت، چطور اکنون عمکت پیدا شده است؟ چطور تو میتوانی بگویی که من عمک ندارم؟ داد زد علاوالدین. او مرا به آغوش گرفته گریه کرد و این دینارها را داد. او پگاه بگاهی به خانه ما به مهمانی می آید. روزی دیگر مادر علاوالدین به بازار رفته گوشت و سبزیجات خرید و خوراکی با لذتی تیار کرد. علاوالدین از صبح تا بگاهی در خانه نشسته منتظر آمدن عمکش بود. بگاهی در خانه تق شد و علاوالدین دویده در را گشاد. از در مرد مغربی و از پسش خدمتگاری در آمد که در سرش طبق کلام داشت. درون اون پر از میوه و شیرینی بود. خدمتگار طبق را به زمین گذاشت و رفت. مرد مغربی به حولی در آمده با مادر علاوالدین سلام داد و گفت التماس به من آن جایی را نشان بده که برادرم وقتی خوراک خوری می نشست. او انا در اینجا می نشست، گفت مادر علاوالدین. مرد مغربی در آنجا نشسته بلند گریه کرد. از این کار وی حتی مادر علاوالدین باور کرد که او در حقیقت برادر شوهرش است. بعد از آن او آرام شد و گفت حیران نشو که تو مرا تماما ندیده ای. من 40 سال پیش از این شهر رفته بودم. در هندوستان و خاورزمین و مصر زندگی کردم و قریب 30 سال در سفر بودم. روزی با خود گفتم من باید به وطنم برگردم. آخر من یک برادر دارم. شاید وی به کمک من احتیاج داشته باشد. من باید برادر خودم را یابم و بینم که او چی طور زندگی می کند. من به راه برآمده چندین روز و شب سفر کردم و نهایت شما را یافتم. حالا میبینم که برادرم فوتیده است، ولی از او پسرک باقی مانده است که کسب و کار پدرش را دوام میدهد و خودش و مادرش را تأمین میکند. افسوس که این طور نیست، گفت مادر علاوالدین. من هیچگاه در زندگیم چنین پسری بیکار خوجه و یک رو را ندیدم. اخلا تو وی را نصیحت کن که به مادرش یاری بدهد. غم نخور خواهرم، گفت مرد مغربی. پگاه با علاوالدین به بازار میرویم و من برای او یک جامه نو میخرم.
بگذار وی بیند که آدمان چی طور سودا میکنند. من او را برای شاگردی به نزد تاجر میبرم. وقتی او سودا کردن را یاد گرفت برایش یک دکان میکشایم. بعد از این او خودش تجارت کرده پول کار میکند و بای میشود. میخواهی سوداگر شوی؟ پرسید او. علاءالدین از خرسندی صبح سرخ شده حتی یک کلمه گپ زده نتوانست و فقط سرش را جنبانیده تصدیق کرد. وقتی مرد مغربی از خانه اشان رفت علاءالدین زود به جاگه درآمد که خواب رود، اما خوابش نبود. او از یک پهلو به پهلوی دیگر تاب میخورد و میخواست که تیزتر صبح شود. هنوز صبح ندمیده بود که او از جاگه برخاسته به نزد دروازه رفت. میخواست زودتر امکش را پیشواز گیرد. دیری نگذاشته مغربی هم آمد. پیش از همه آنها با حمام رفتند. در آنجا بدن علاءالدین را شستند، سرش را تراشیده عطر زدند و با او گلاب شیرین نوشانیدند. سپس مرد مغربی او را به دکان برد. علاءالدین برای خودش جامه ابریشمی قیمت و زرد رنگی با خطهای سبز، طاقی سرخ رنگی با طلا دوخته شده و یک جفت پایافزال چرمی انتخاب کرد. هرچند پایافزال به پای علاءالدین تنگی میکرد، او نمیخواست او را برگرداند. علاءالدین و مرد مغربی تمام بازار را گشتند و بعد از شهر بیرون رفتند که در آنجا بیشزار بود. آفتاب الکی از قد نیزه بلند شده بود. علاءالدین از صبح تا به حال چیزی نخورده بود. او خیلی گرسنه ماند و بسیار خسته شد، اما شرمی داشت که به مغربی چیزی بگوید. علاءالدین منتظر بود که کی مرد مغربی گرسنه میماند و مانده می شود، لیکن او میرفت و میرفت. آنها بسیار راه رفتند و از شهر دور شده بودند. علاءالدین بسیار تشنه ماند و دیگر طاقت کرده نتوانسته گفت: امک، ما کی خوراک نصف روزی میخوریم؟ در اینجا یگان دکان یا مغازه نیست، لیکن شما با خودتان از شهر هیچ چیز نآوردید. در دست شما فقط یک خلطه خالی است و بس. انا دیدی در آن دوری یک کوهی بلند است، گفت مرد مغربی. ما به طرف همان کوه می رویم و من می خواستم که ما در دامن همان کوه نشسته دم گیریم و خوراک بخوریم. لیکن اگر تو بسیار گرسنه مانده باشی می توانیم در همین جا خوراک بخوریم. شما از کجا خوراک می یابید؟ حیران شد علاءالدین. حاضر می بینی؟ گفت مرد مغربی. آنها در زیر درخت چنار بلندی نشستند و مرد مغربی از علاءالدین پرسید: تو حاضر چی خوردن می خواهی؟ مادر علاءالدین هر روز فقط یک خیل خوراک، لوبیای آبپز آماده می کرد. علاءالدین بسیار گرسنه بود و او فکر نکرده جواب داد: به من لوبیای آبپز بدهید. آیا تو مرغ بریان خوردن نمیخواهی؟ پرسید مرد مغربی. میخواهم، با خرسندی جواب داد علاءالدین. برنج با عسل میخواهی؟ پیشنهاد کرد او. ها، صدا کرد علاءالدین. همه اش را میخواهم. لیکن امک، شما همه اینها را از کجا میگیرید؟ از درون انا همین خلطه، گفت مرد مغربی و خلطه را گشاد. علاءالدین با کنجکاوی به درون خلطه نگاه کرد، لیکن در درون آن هیچ چیز نبود. کو مرغ بریان؟ پرسید علاءالدین. انا، گفت مرد مغربی و دستانش را به درون خلطه درآورده از درون آن مرغ بریان را برآورد. انا باز برنج با عسل، لوبیای جوشانیده، اینش انگور، انار و سیب. مرد مغربی از درون خلطه خوراک‌ها را یکی پس از دیگری برآورده گرفت. علاءالدین با چشمان حیران به خلطه سحرناک نگاه میکرد. بخور، گفت مرد مغربی به علاءالدین. در درون این خلطه همه خوراک‌ها را یافته میتوانی. دستانت را به درون آن درآورده میگویی: بره بریان، حلوا، خرما میخواهم و همه اش از درون خلطه پیدا میشود. این عجیب است، گفت علاءالدین. اگر مادر من این خیل خلطه می داشت بسیار نغز میشد. اگر گپی مرا گوش کنی، گفت مرد مغربی، من به تو چیزهای بسیار عجیبی را تحفه میکنم. حالا ما آب انار را با شکر میخوریم و راهمان را دوام میدهیم. به کجا؟ پرسید علاءالدین. من مانده شدم و دیر هم شد. بیایید به خانه میرویم. نه، گفت مرد مغربی، ما امروز باید به نزد کوه برسیم. گپی مرا گوش کن. آخر من عمکی تو، برادری پدرت هستم. وقتی ما به خانه برگشتیم من به تو همین خلطه سحرناک را هدیه میکنم. علاءالدین پیش رفتن نمیخواست و بسیار سیر شده بود و چشمانش خواب آلود بودند. ولی وقتی درباره خلطه شنید چشمانش را مالیده خمیازه کشید و گفت: بسیار خوب، میرویم. مرد مغربی دستان علاءالدین را داشته به طرف کوه برد. آفتاب الکی غروب کرده قریب تاریک میشد. آنها راه بسیار درازی را طی کردند و در آخر به دامن کوه رسیدند. علاءالدین بسیار مانده شده بود و نمیتوانست به پایهایش راست ایستد.
شاخه های خشک درختان رو جمع کن، گفت مرد مغربی. باید آتش گیرانیم. وقتی آتش گیراندیم من به تو چیزی را نشان میدهم که هیچگاه کسی ندیده است. علاوالدین بسیار میخواست آن چیز را بیند. او دیگر مانده شدنش را فراموش کرد و برای جمع کردن چوب و خاشاک رفت. وقتی آتش را درگیراندند، مرد مغربی از بغلش یک قوطی و 2 تختچه برآورد و گفت: علاوالدین، من میخواهم تو را ثروتمند کنم و با تو مادرت یاری بدهم. همه آن چیزهایی را که من به تو میگویم اجرا کن. او قوطی را گشاده و از درون آن یک نمود خاکه را به آتش پاشید. در این وقت از آتش شعله های بلند برآمدند که رنگ آنها زرد، سرخ و سبز بود. با دقت گوش کن، گفت مرد مغربی. حاضر من به آتش دعا میخوانم. وقتی تمام میکنم زمین پیش من پایان میرود و تو سنگ کلان حلقه میسی داشته را میبینی. حلقه را با دستانت داشته سنگ را برداد. در زیر سنگ زینه‌پایه‌ای هست که با راه زیر زمینی میرود. از آن زینه‌پایه به پایان فرا و تو در آنجا یک در را میبینی. آن در را گشاده به پیش برو. در آنجا هر گونه حیوانات وحشی و دیو و اژدها را میبینی، لیکن تو از آنها نترس. وقتی که تو دستانت را به آنها میرسانی، آنها میافتند و میمیرند. تو از 3 حجره میگذری و در حجره 4 پیرزنی را میبینی. او با تو با مهربانی گپ میزند و میخواهد که تو را به آغوش بگیرد، اما نگذار که او به تو دست رساند، زیرا اگر دستش به تو رسد به سنگ سیاه تبدیل میشوی. در پس حجره 4 تو باغ کلانی را میبینی. از آن باغ گذشته دری آخرین باغ را بگشا. در پس آن در حجره کلانی هست که پر از طلا، لباس و سنگ‌های قیمت بها می باشد. از آنجا هر چیزی را که دلت می‌خواهد برای خودت بگیر. برای من چراغ کهنه مسی را بیار. آن در طرف راست به دیوار آویخته شده است. همینطور تو راه این گنجینه را میفهمی و ثروتمند میشوی. وقتی به من چراغ را آوردی، به تو خلطه سحرناک را هدیه میکنم. وقتی برگشتن انا این انگشترین به تو کمک میرساند. این گپ را گفته او انگشترین خردکک زرین را به انگشت علاوالدین گذاشت. درباره حیوانات وحشی و دیو و اژدها شنیده علاوالدین بسیار ترسید. اماک، پرسید او از مرد مغربی، برای چی شما خودتان به زیر زمین نمیفرایید؟ خودتان برای چراغ به پایان روید، مرا به خانه برید. نه علاوالدین، گفت مرد مغربی، هیچ کس بغیر از تو نمیتواند به نزد آن خزینه برود. این گنجینه هزارها سال در زیر زمین ایستاده است و فقط پسرک با نام علاوالدین، پسر حسن دوزنده، میتواند صاحب آن باشد. من چندین سال باز منتظر این روز بودم. من تو را چندین سال در همه جا میکافتم. امروز من تو را یافتم. تو دیگر از دست من گریخته نمیتوانی. گپم را گوش کن و مرا اینقدر عصبانی نکن، وگرنه برای خودت بد میشود. علاوالدین بسیار ترسید. چی کار کنم؟ فکر کرد او. اگر من نروم شاید این جادوگری وحشتناک مرا بکشد. بهترش من به خزینه فرآمده برای وی چراغ را می آرم. شاید آن وقت او در حقیقت به من آن خلطه را هدیه کند. خوب، من به شما چراغ را می آرم، لیکن به من خلطه را هدیه می کنید. هدیه می کنم گفتم کو، داد زد مرد مغربی. او باز به آتش خاکه پاشیده دعاخوانی را دوام داد. با بلندتر دعا خواند و وقتی آخرین کلمه را تلفظ کرد، آواز گل درست بلند شد و زمین در پیش او فرو رفت. سنگ را بردار، با آواز وحشتناک داد زد مرد مغربی. علاوالدین در زیر پایش سنگی را دید که حلقه میسی داشت. او با 2 دستش حلقه را داشته به طرف خودش کشید و خیلی آسان آن را برداشت. در زیر سنگ چاهی گرده کلانی بود و در درون آن زینه‌پایه باریکی که به قعر زمین میرفت. علاوالدین در گوشه چاه نشسته و با پله یکم زینه‌پایه پرید. برو و تیزتر برگرد، فریاد زد مرد مغربی. علاوالدین از زینه‌پایه به پایان رفت. چقدر او پایان می‌فرامد، گرد و اطراف همان قدر تاریک‌تر می‌شد. علاوالدین پیش می‌رفت و هنگامی که او را وهم فرا می‌گرفت درباره خلطه خوراک فکر می‌کرد. با پامانک آخرین زینه‌پایه رسیده دری کلان آهنی را دید و آن را تیله داد. در آهسته گشاده شد. علاوالدین به حجره کلانی درآمد که با آن کم ترک نوری روشنایی می‌درآمد. در بین حجره سیاه پوستی بد هیبتی در تنش پوستی پلنگ ایستاده بود. علاوالدین را دیده سیاه پوست هیچ چیز نگفت، ولی شمشیرش را بلند برداشته به او حمله کرد. علاوالدین گفته های مرد مغربی را به یادش آورد.
او دستش را دراز کرد و لحظه ای که شمشیر به علاءالدین نزدیک شد سیاه‌پوست بیجان به زمین افتید. به ناتوانی پایهایش نگاه نکرده علاءالدین درونتر رفت. او در دویم را تیله داد و در جایش کرخت شد. در رو برویش شیر بد هیبت دهان دهشتناکش را گشاده می ایستاد. شیر با تمام جسته‌اش به زمین خم شد و راست به سوی علاءالدین جهید. پایهای پیش شیر به سر بچه نرسیده شیر به زمین افتید. علاءالدین از ترس عرق کرد ولی به هر حال راهش را دوام داد. و در سیوم را گشاد و دید که در بین حجره کلچه زده دو مار کلان فشاس میزنند. آنها سرشان را برداشته زبانهای جفتک خود را بیرون برآورده به طرف علاءالدین خزیدند. علاءالدین به زور خودش را نگاه داشت و نگریخت. او سخنان مرد مغربی را به یاد آورد و نترسیده راست به طرف مارها رفت. وقتی زبان مارها به دست علاءالدین رسیدند چشمان درخشان آنها خاموش شد و مارها بیجان بر روی زمین دراز کشیدند. علاءالدین درونتر رفت و تا در چهارم رسیده آهسته آن را گشاد. او سرش را از درون درآورد. در حجره بغیر از کمپیر خردکه که سر تا پا در پیراهن پیچیده کسی دیگری نبود. کمپیر علاءالدین را دیده و به سویش دویده فریاد کرد: خیریت که تو آمدی علاءالدین بچه جان، چقدر من تو را در این زیر زمین منتظر بودم. علاءالدین دستانش را به سوی کمپیر دراز کرد. با او چنین می نمود که در رو برویش مادرش ایستاده و می خواست او را به آغوش گیرد که ناگهان حجره روشن‌تر شد. از تمام کنج حجره هر خیل موجودات دهشتناک، شیر، مار، دیو و غیره که نام هم ندارند پیدا شدند. آنها انتظار بودند که علاءالدین خطا کند و به کمپیر امکانیت دهد که به او دست رساند و او به سنگ سیاه تبدیل یابد و گنج تا ابد در خزینه ماند، زیرا هیچ کس بغیر از علاءالدین آن را گرفته نمی توانست. علاءالدین از ترس به قفا گریخت و در را از پس خود پوشانید. او به خود آمد و در را آهسته گشاده دید که در حجره کسی نیست. علاءالدین از حجره گذشت و در پنجم را گشاد. در رو برایش باغ زیبایی بود که در آنجا درختان زیاد رویده بودند. گلها اطرافشانی می‌کردند و فواره‌های حوضه‌ها آب را بلند می‌پرتافتند. در روی درختان پرنده‌های رنگارنگ جیغ جیغ می‌کردند. پریده رفتن نمی‌توانستند زیرا به آنها توری تنوک طلایی خلل می‌رسانید که روی باغ را پوشانیده بود. همه جا پر از سنگچه‌های رنگارنگ گرده بود. آنها چشمها را خیره کرده به مانند روشنی چراغ‌ها و فانوس‌های در شاخه‌های درختان آویخته شده می‌درخشیدند. علاءالدین به چیدن سنگچه‌ها سر کرد. او آنها را در هر جای لباسش، در میانش، در بغلش، در کلاهش پنهان کرد. او با بچه‌ها سنگچه بازی کردن را خیلی دوست می داشت و از خرسندی در کته‌اش نمی غنجید. سنگچه‌ها به علاءالدین آنقدر معقول شدند که او قریب بود درباره چراغ فراموش کند. اما وقتی دیگر جای برای سنگچمانی نیافت و یادش چراغ آمد و به طرف خزینه رفت. این حجره آخرین و از همه کلانترین زیر زمین بود. آنجا پر از طلا، متاع‌های قیمت‌بها و جامه‌های قیمتناک بود، لیکن علاءالدین به آنها حتی نگاه هم نکرد. او ارزش طلا و اشیاء قیمت‌بها را نمی‌دانست، زیرا هیچگاه آنها را ندیده بود. کیسه‌هایش هم الکه از سنگچه‌ها پر شده بودند، اما علاءالدین حتی یک سنگچه را به عوض 1000 تنگه طلایی نمی‌داد. او فقط همان چراغی را گرفت که مرد مغربی به او گفته بود. آن چراغ کهنه و سبز گشته میسی بود. علاءالدین می‌خواست آن را به کیسه بغلش گذارد، اما در آن جا دیگر جای نبود. همه کیسه‌هایش از سنگچه‌ها پر شده بودند. آن وقت علاءالدین سنگچه‌ها را از یک کیسه اش ریخته چراغ را به آنجا انداخت و از بالای آن باز سنگچه‌ها را پر کرد. سپس او به طرف راهی برآمد رفت و به زور از زینه پایه به بالا برآمد. علاءالدین به زینه آخرین رسیده دید که تا بالا خیلی بلند است. امک داد زد او: دستانتان را دراز کرده مرا به بالا بردارید. من خودم نمیتوانم به بالا برایم، بسیار وزنین شدم. من در باغ سنگچه‌های بسیار عجیب جمع کردم. چراغ را تیزتر به من ده، گفت مرد مغربی. من نمیتوانم چراغ را گیرم، آن در زیر سنگچه‌ها ایستاده است، جواب داد علاءالدین. و من یاری ده که به بالا برایم، چراغ را به شما میدهم. اما مرد مغربی نمیخواست که علاءالدین به بالا براید و میخواست چراغ را گیرد و علاءالدین را در زیر زمین پرتافته برود. هیچ کس راه گنجینه را نمیدانست و مرد مغربی نمیخواست سیرش به دیگران فاش شود. او با زاری و توله از علاءالدین خواهش کرد که چراغ را به او بدهد، اما علاءالدین راضی نشد. او میخواست تیزتر به بالا براید. مرد مغربی ناامید شد و فهمید که علاءالدین چراغ را به وی نمیدهد. با غضب فریاد زد:
حالا تو به من چراغ را نمیدهی، پس من هم تو را به بالا نمیبرارم. تو برای همیشه در زیر زمین میمانی و کسی از حالت تو خبردار نمی شود. مرد مغربی به آتش باقی مانده خاکر را ریخت و هر خیل کلمه های نافهما را تلفظ کرد. ناگهان سنگ سوراخی را پوشاند و راهی برآمد به بالای زمین بسته شد. مرد مغربی امک علاودین نبود. او جادوگر، حیله‌گر و آدم بسیار بد بود. او در افریقیه، در غرب افریقا زندگی میکرد. روزی یک سوداگر به نزدش آمد و نقل کرد که در سرزمین فارس در زیر زمین گنجینه وجود دارد که به داخل آن تنها یک پسرک با نام علاودین، پسری دوزنده حسن میتواند وارد شود. و چیزی از همه پرقیمتترین در این گنجینه چراغ سحرناک است. آن چراغ به صاحبش آنقدر قدرت و ثروتی میدهد که یگان پادشاه آنقدر بایگری ندارد و هیچ کس بغیر از علاودین آن چراغ را گرفتن نمیتواند. هر کسی دیگری که آن چراغ را گرفتن خواهد از طرف پاسبان‌های جنگینه کشته میشوند یا به سنگ سیاه مبدل میشوند. مردی مغربی چندین سال علاودین را جستجو میکرد. او با عذاب و مشقت خود را از افریقیه به سرزمین فارس رساند. اکنون چراغ اینقدر نزدیک است، اما این بچه گپ نادارا آن را دادن نمیخواهد. مرد مغربی خوب میدانست که اگر علاودین بر روی زمین برآید میتواند آدمان دیگر را به اینجا بیارد. آن مرد میخواست فقط خودش صاحب چراغ و گنجینه شود. او به خشم آمده با خود میگفت بگذار این گنجینه به هیچ کس نرسد، بگذار علاودین در زیر زمین نابود شود. آخر او نمیداند که این چراغ سحرناک است. و مرد مغربی با دل پر از قهر و الم برگشته به افریقیه رفت. وقتی که راهی برآمد بر روی علاودین بسته شد، بلند گریه کرد و فریاد زد امک به من یاری دهید، امک مرا از اینجا برآرید، من در اینجا میمیرم. لیکن دیگر هیچ کس او را نمیشنید و با وی جواب نمیداد. علاودین فهمید که آدمی که خود را امک او نامیده بود فریبگر بوده است. علاودین گریه کنان از زینه پایه به پایان دوید تا این که ببیند یگان راه دیگری برآمد از این زیر سر زمین هست یا نه. همه درها یک باره نیست شدند و برآمدگاه به سوی باغ نیز بسته بود. برای علاودین یگان امید خلاصی باقی نمانده بود. او بر روی زینه پایه نشست، سرش را به زانو خم کرد و از غم دستانش را میفشرد. نخست و انگشترین را که مغربی هنگامی به زیر زمین فرستادن به انگشتش انداخته بود مالید. در این لحظه زمین لرزید و در پیش علاودین جینی بدواهمه قد بلند راست شد. تو چی میخواهی؟ با آوازی بدواهمه پرسید جین. طلب کن، اجرا میکنم. تو کیستی؟ از ترس رویش را با دستانش پوشانیده فریاد زد علاودین. با من رحم کن، من دهنش، پسری کشنش، سرداری همه جین ها. جواب داد جین. من غلام انگشترین و کسی که صاحب انگشترین است خوجین من می باشد. من همه فرمان های خوجینم را اجرا می کنم. علاودین گفته های آن مرد مغربی را درباره انگشترین به یاد آورد و خود را به دست گرفته گفت من می خواهم که تو مرا روی زمین برآری. او سخنش را تمام نکرده بود که جین وی را بر روی زمین برآورد و ناپدید شد. الکی روز شده بود و علاودین فکر کرد که همه آن چیزهای دیدهش فقط خواب بود. او با تمام قوه به طرف خانه اشان دوید. وقتی او به خانه در آمد دید که مادرش مویهایش را پریشان کرده در بین خانه نشسته است و اشک میریزد. علاودین ترسان و لرزان در را از پسش پوشید و از خستگی بیهوش شده افتید. مادر بر رویش آب پاشید و زمانی که او به هوش آمد پرسید آه علاودین، به کجا گم شدی و با تو چه حادثه رخ داد؟ امکت کجا شد و برای چی تو تنها برگشتی؟ وی امک من نیست، وی جادوگری بد است. فریاد زد علاودین. مادر جان، من همه چیز را به تو نقل میکنم، اما اول به من آب بده. مادر به علاودین آب داد. علاودین به مادرش همه حادثه را نقل کرد. گپش را تمام کرده پرسید تو یگان چیز دیگری برای خوردن داری؟ مادر جان، من گرسنه‌ام. من هیچ چیز ندارم پسرکم. آهی سرد کشیده گفت مادر علاودین. من از نبودن تو خیلی غمگین شدم و کار نکردم. کلابه هم ندارم که آن را به بازار برده بفروشم. زیغ نشو مادر جان، گفت علاودین. من چراغ دارم که آن را از زیر زمین گرفتم. آن خیلی کهنه است، لیکن آن را فروختن ممکن است. او چراغ را برآورد و آن را به مادرش داد. مادر چراغ را گرفته از نظر گذراند و گفت
من آن را تازه کرده به بازار برده می فروشم. و یک پارچه متا را گرفته به حولی برآمد. وقتی که مادر علاوالدین چراغ را با متا مالید، زمین لرزید و در پیش او جنی بدهیبت پیدا شد. مادر علاوالدین داد زد و بیهوش شده به زمین افتید. علاوالدین فریاد مادرش را شنید و دویده به حولی برآمد و دید که مادرش در زمین خوابیده است. در بین حولی جن ایستاده است. ناگهان آن جن فریاد زد: ای صاحب چراغ، من به خدمت تو تیارم. علاوالدین با آواز بلند فریاد زد: تو کیستی و از ما چی میخواهی؟ من میمون، پسری شمخورش، جواب داد جن. من غلام چراغ و غلام کسی هم که صاحب آن است. از من هر چیزی را که دلت میخواهد طلب کن. اگر خواهی شهری را ویران میکنم یا برای تو قصری میسازم. فرمان بده، اجرا میکنم. در این لحظه مادر علاوالدین به خود آمده در پیشش جن را دید و از ترس داد زد. علاوالدین به جن فرمان داد: به ما 2 مرغ بریان و نوشیدنی بیار و بعد نیز شو، زیرا مادر من از تو میترسد. جن غیب زد و پس از لحظه میز آورد که با سفره زیبای چرمین پوشیده شده بود. در بالای آن 12 طبق طلایی خوراک‌های بامزه و 2 کوزه شربت شیرین و با برف خنک شده بود. غلام چراغ میز را و پیش علاوالدین گذاشت و غیب زد. علاوالدین با مادرش تا سیر شدن خوراک خوردند. مادر علاوالدین دسترخوان را جمع کرد و آنها پیسته و بادام خورده صحبت را آغاز کردند. مادر جان، گفت علاوالدین، ما باید این چراغ را احتیاط کنیم و نباید آن را به کسی نشان بدهیم. اکنون من فهمیدم که برای چی آن مرد مغربی فریبگر میخواست فقط چراغ را گیرد و هیچ چیز دیگر را نمیخواست. این چراغ و انگشترینی در دست من بوده به ما خوشبختی و بایگری می آرند. خودت میدانی پسرم، گفت مادر، اما من دیگر این جن را دیدن نمیخواهم و خیلی دهشت انگیز و بدهیبت است. پس از چند روز خوراکی داشته اشان تمام شد. آنگاه علاوالدین یکی از طبقهای طلایی را گرفت و برای فروختن آن به بازار رفت. این طبق را خیلی زود یک سوداگر جواهرات خرید و برای آن 100 دینار داد. علاوالدین خرسند به خانه آمد. از همان لحظه وقتی پولشان تمام می شد، علاوالدین به بازار می رفت و طبقی را می فروخت و آنها با مادرش به چیزی محتاج نشده زندگی می کردند. علاوالدین اکثری وقت به بازار رفته در دکانهای سوداگران می نشست و خرید و فروش را یاد می گرفت. وی نرخ همه چیز را یاد گرفت. او فهمید که به وی ثروت بزرگی رسیده است. هر یک سنگچه‌ای که وی به اسباق زیر زمینی چیده بود از همه سنگ‌های قیمت‌بهایی که در روی زمین یافتن ممکن است قیمت‌تر است. همین طور چندین سال گذشت و علاوالدین 20 ساله شد. یک صبح دم وقتی علاوالدین در بازار بود، به میدان شهر پاسبان‌های دربار برآمده داد زدند: ای آدمان، دکان‌های خود را بندید و به خانه‌های خود درآیید و هیچ کس از تیریزه ها نگاه نکنید. حاضر شاه دختر بدور به حمام می رود و هیچ کس نباید او را ببیند. سوداگران دکان‌های خود را می بستند. مردم یکدیگر را تیله داده از میدان گریخته می رفتند. همه جای میدان در یک لحظه خالی شد و از کنج آخری میدان توده دختران نمایان شدند. آنها سوار اسب‌های خاکستر رنگ بودند که زین طلایی داشتند و در دست هر یک آنها شمشیری تیز بود. در بین آنها دختر آهسته راه می رفت که از همه باشکوه، آراسته و زیباتر بود. این شاه دختر بدور بود. وی چادر را از رویش برداشت و علاوالدین که هنوز از بازار بیرون نرفته بود به اختیار شاه دختر را دید. او با یک نگاه به شاه دختر بدور عاشق شد. شاه دختر از اسب فرآمد و 2 قدم دورتر از علاوالدین گذشته به حمام درآمد. علاوالدین آهی وزنین کشیده آهسته به خانه رفت. وی حسن جمال شاه دختر بدور را فراموش کردن نمی توانست. راست میگویند که او در جهان از همه زیباتر است، فکر کرد و من میخواهم با وی خانه‌دار شوم. علاوالدین به خانه‌اشان رفته خود را به جاگه پرتافت و تا بیگاه دراز کشید. مادرش به نزدش آمده پرسید: به تو چی شده است پسرم؟ علاوالدین خاموش نشست و چیزی نگفت. عاقبت مادر او را به پرسجویش چنان بیزار کرد که طاقت نکرد و گفت: اوه مادر جان، من با شاه دختر بدور خانه‌دار شدن میخواهم. به وی من میمیرم. به نزد سلطان را و بدور را خواستگاری کن. تو چی میگویی پسر جان؟ با صدای بلند گفت مادر: مگر کسی شنیده است که پسری دوزنده با دختر سلطان خانه‌دار شوند؟ انا بهترش گوشت بره را بخور و خواب کن. پگاه تو درباره آن دختر حتی فکر هم نمی کنی. علاوالدین باز اصرار کرد. آه پسرکم، گفت مادر، من عقلم را از دست ندادم که به چنین خواهش به نزد سلطان روم. حالا من فراموش نکردم که من کیستم و سلطان کیست.
اما علاوالدین از مادرش التماس کرد و مادرش از نی گفتن خسته شد. خیر خوب پسرم، من میروم، لیکن تو خوب میدانی که به نزد سلطان دست خالی نمیروم. آخر من چی چیزی ارزنده به اعلی حضرت سلطان برده میتوانم؟ علاوالدین از بستر خیست و با خرسندی فریاد زد: در این باره خواطر نشو مادر جان. یک تا از این طبقهای طلایی را گیر و با سنگهای قیمت بها که از باغ آوردم پر کن. آن تحفه شایسته برای سلطان می شود، زیرا او چنین سنگهای را که من دارم ندارد. علاوالدین طبقی از همه کلان را گرفت و آن را تا لبهایش از سنگهای قیمت بها پر کرد. مادرش با آنها نگاه کرد و چشمانش را با دستانش پوشید. سنگها چنان می درخشیدند که چشمانش خیره می شدند. با این خیل تحفه به نزد سلطان رفتن عیب نیست. نمیدانم آن چیزی را که تو میخواهی چه خیل بگویم، لیکن من کوشش میکنم. کوشش کن مادر جان، فقط تیزتر برو و زود با خبر خوش برگرد. مادر علاوالدین طبق را بر روی مال شاهی پوشاند و به قصر سلطان رفت. شاید مرا از قصر میرانند و سنگها را میگیرند، ممکن است به زندان شینانند، فکر میکرد مادر در راه. نهایت وی به دربار آمد و در یک گوشه از همه دور ایستاد. هنوز بر وقت بود و در دربار کسی نمی نمود. آهسته آهسته آنجا از امیران، وزیران، اشرافان و اصیل زادگان دربار که خلعت‌های رنگارنگ گوناگون داشتند پر شد. سلطان در احاطه مردان سیاه پوست که در دستهایشان شمشیر داشتند از همه دیر به دربار آمد. او به تخت نشست و بررسی کار و شکایت ها سر کرد. مرد سیاه پوستی از همه قد بلند در بر او راست ایستاده با پیر کلان طاووس شاه را شمال میداد. وقتی که همه کارها به آخر رسید، سلطان روی مالچه را افشاند. این معنای خاتمه را داشت و با کتف مردان سیاه‌پوست تکیه کرده رفت. مادر علاوالدین به خانه برگشت و به پسرش گفت: انا پسرکم، من غیرت کردم، من به دربار در آمدم و تا تمام شدن کارها در آنجا بودم. غمگین نشو، پگاه من با سلطان صحبت میکنم. امروز فرصت نرسید. روز دیگر باید باز به دربار رفت. وقتی که کارها تمام شد به سلطان چیزی نگفته به خانه برگشت. او دیگر هر روز به دربار می رفت و روزی دراز در یک کنج می ایستاد، اما جرأت نمی کرد که به نزد سلطان رفته خواسته هایش را بگوید. عاقبت روز سلطان دید که پیرزنی در دست طبق کلان در یک کنج دربار ایستاده است. او با وزیر گفت: های وزیر، من می خواهم بدانم که این پیرزن کیست و برای چی هر روز به اینجا می آید. بپرس چی کار دارد و اگر آن پیرزن خواهش داشته باشد من آن را اجرا کنم. فرمان بردارم، گفت وزیر. وی به نزد مادر علاوالدین آمد و پرسید: های پیرزن، به نزد سلطان برو، اگر تو خواهشی داشته باشی سلطان آن را اجرا میکند. این گپ ها را شنیده زانوهای مادر علاوالدین لرزیدند. وزیر او را به نزد سلطان آورد. سلطان از وی پرسید: ای پیرزن، برای چی تو هر روز به دربار می آیی و هیچ چیز نگفته می روی؟ بگو چی می خواهی؟ سلطان من، به سخنهایم حیران نشوید، گفت مادر علاوالدین. پیش از آن که آن را به شما بگویم وعده بدهید که عفو میکنید. تو را عفو میکنم، بگو. مادر علاوالدین به سلطان تعظیم کرد و گفت: ای سلطان عالم، پسر من علاوالدین، انا این سنگ ها را به شما همچون تحفه و مرا برای خواستگاری شاه دختر بدور فرستاد. او از روی طبق روی مال را برداشت و سنگ ها چنان درخشیدند که تمام دربار روشن شد. وزیر و سلطان از دیدن این جواهرات حیران شدند. آقای وزیر، گفت سلطان، آیا تو چنین سنگ ها را یگان مراتبه دیده بودی؟ نه سلطانم، ندیدم، جواب داد وزیر. سلطان گفت: من فکر میکنم آدمی که چنین سنگ دارد سزاوار است که شوهر دختری من شود. به فکر تو چی وزیر؟ وقتی وزیر این سخنها را شنید رنگ رویش زرد گشت. وزیر پسری داشت و میخواست او را با شاه دختر بدور خانه‌دار کند. سلطان هم پیشتر وعده داده بود که بدور را با پسر او به زنی میدهد، لیکن سلطان جواهرات را خیلی دوست می داشت و در خزینه‌اش حتی یک تا سنگی نبود که به سنگ‌های در داخل طبق بوده مانند باشد. ای سلطان عالم، گفت وزیر، شایسته نیست که شاه دختر را به آدمی به زنی بدهید که او را حتی نمیشناسید. شاید او بغیر از این سنگ‌ها دیگر چیزی نداشته باشد. به فکر من بهتر می بود اگر از او طلب میکردیم که به تو باز 40 تا همین خیل طبق پر از سنگ‌های قیمت بها را با کنیزک‌ها و غلامان تحفه کند. آن وقت ما میفهمیدیم که او ثروتمند هست یا نه. وزیر فکر میکرد امکان ندارد که کسی آنقدر ثروت داشته باشد. آن جوان نمیتواند این درخواست سلطان را اجرا کند و من هم از او خلاص میشوم. تو فکری عجایبی کردی وزیر، گفت سلطان و با مادر علاوالدین رو آورد. تو شنیدی وزیر چی گفت؟
بیرو و به پسرت بگو اگر آن جوان خواستگار دختری من باشد بگذار 40 طبق پر از همین گونه سنگ ها، 40 کنیزک و 40 غلام بفرستد. مادر علاوالدین به سلطان تعظیم کرد و به خانه رفت. او به طرف خانه رفت و با خود می گفت علاوالدین همه این چیزها را از کجا می گرفته باشد؟ خیر، فرض کردیم که او به باغ زیر زمینی می رود و در آنجا باز سنگ جمع می کند، اما غلامان و کنیزک ها از کجا پیدا می شوند؟ مادر علاوالدین غرق فکر نفهمید که چی طور به خانه رسید. وقتی او به خانه در آمد علاوالدین دید که طبق در دستانش نیست و پرسید مادر جان، من میبینم که تو امروز با سلطان گپ زده ای. او به تو چی گفت؟ ها پسرم، خوب می بود اگر به نزد سلطان نمی رفتم و با او سخن نمی گفتم. سپس او به علاوالدین گفته های سلطان را نقل کرد، ولی علاوالدین از خرسندی می خندید. آسوده باش مادر جان، این کار آسان است. وی چراغ را گرفت و آن را مالید و وقتی مادرش آن را دید دویده از خانه برآمد تا اینکه جین را نبیند. جین در حال پیدا شد و گفت ای جناب، به خدمتت تیارم. تو چی میخواهی؟ طلب کن، اجرا میکنم. و من 40 طبق طلایی پر از سنگ‌های قیمت بها، 40 نفر کنیزک و 40 نفر غلام بیار. گفت علاوالدین. اجرا می شود، جواب داد غلام چراغ میمون. شاید تو میخواهی من شهر را ویران کنم یا قصر بسازم؟ فرمان بده. نه، همان چیز را اجرا کن که من به تو گفتم، جواب داد علاوالدین و غلام چراغ غیب زد. پس از لحظه جین باز پیدا شد و از پس جین 40 کنیز زیبا می آمد که هر کدامش در بالای سرش طبق زرین پر از سنگ‌های قیمت بها داشتند. کنیزان را غلامان قد بلند و زیبا با شمشیرهای برهنه محافظت می‌کردند. انا همه آن چیزی که تو طلب کردی، گفت جین و غیب زد. آنگاه مادر علاوالدین به خانه درآمد، غلامان و کنیزان را از نظر گذراند. پس آنها را جفت جفت صف آراسته با افتخار پیششان به طرف قصر سلطان رفت. تمام مردم برای دیدن آنها جمع شدند و وقتی که پاسبانان قصر آن غلامان و کنیزکان را دیدند حیران شدند. مادر علاوالدین آنها را راست به نزد سلطان آورد و همه آنها به شاه تعظیم کردند و طبقها را در پیش تخت او گذاشتند. سلطان از خرسندی حتی یک کلمه هم گپ نزده نمیتوانست. وقتی به خود آمد به وزیر گفت ای وزیر، فکر تو چیست؟ آیا آن کسی که اینقدر بایگری دارد سزاوار شوهر دخترم شاه دختر بدر شدن نیست؟ سزاوار است شاهی من. چقدر نفس کشیده جواب داد وزیر. وزیر جرأت نمیکرد نگوید. ای پیرزن، گفت سلطان به مادر علاوالدین، برو و به پسر خود بگو که من تحفه او را قبول کردم. من راضی هستم که شاه دختر بدر را به پسرت بزنی بدهم. بگذار او به نزد من بیاید، من او را دیدن میخواهم. مادر علاوالدین به سلطان تعظیم کرد و سراسیمه به خانه رفت. چنان زود رفت که شمال از پس وی رسیده نمیتوانست. وی به نزد علاوالدین آمد و به خوشحالی گفت شادی کن پسرم. سلطان تحفه های تو را قبول کرد و راضی شد که تو شوهر شاه دختر شوی. وی این را در نزد همه درباریان گفت. خود وزیر به قصر برو، سلطان تو را دیدن میخواهد. خود حاضر به قصر برو، سلطان تو را دیدن میخواهد. من گفته‌ات را اجرا کردم، حالا باقی مانده کارها را خودت انجام بده. سپاسگزارم مادر جان، گفت علاوالدین. حاضر به نزد سلطان میروم. اکنون برو، من با جین صحبت میکنم. علاوالدین چراغ را گرفت و آن را مالید و همان لحظه میمون غلام چراغ پیدا شد و علاوالدین به جین گفت آی میمون، و من 48 غلام سفید پوست بیار. آنها اهل رکاب من میشوند. بگذار 24 غلام از پیش رکاب من بروند و 24 تایشان از پس. باز به من 1000 دینار و اسب از همه بهترین را بیار. اجرا میکنم، گفت جین فقط زد. جین همه آن چیزهایی را که علاوالدین فرموده بود تیار کرد و پرسید تو باز چه میخواهی؟ آیا تو نمیخواهی که من شهر را ویران کنم یا اینکه قصر بسازم؟ من این را هم میتوانم. نه، حالا در کار نیست، گفت علاوالدین. وی به اسب سوار شده به نزد سلطان رفت و همه مردم برای دیدن جوان زیبا جمع شدند. در میدان شهر آدمان زیاد جمع شده بودند و علاوالدین از خلطه یک کف تنگه های طلایی را گرفته آنها را طرف آدمان پرتافت. همه برای چیدن تنگه های طلایی دویدند. علاوالدین تا خالی شدن خلطه‌اش به طرف آنها تنگه طلایی می پرتافت. او به نزد قصر آمده و همه وزیران و امیران او را در نزد دروازه پیشواز گرفته به نزد سلطان رسانیدند. سلطان به پیشواز او از جایش برخاست و گفت خوش آمدی. افسوس که من با تو پیش از این شناس نشدم. من شنیدم که تو میخواهی با دختری من عائله‌دار شوی. من راضی هستم. امروز توی شما برپا خواهد شد. تو همه چیز را برای جشن آماده کرده ای.
هنوز نه سلطانم، جواب داد علاوالدین. من میخواهم برای شاه دختر بدور قصری بسازم که به شأن و شرف او موافق باشد. پس جشن عروسی شما کی برپا می شود؟ پرسید سلطان. زیرا قصر به این زودی ساخته نمی شود. خواطر نشوید سلطان عالم، گفت علاوالدین. قصر را به زودی می سازیم. تو قصر را در کجا ساختن می خواهی علاوالدین؟ پرسید سلطان. آیا تو نمی خواهی قصر را در روبروی تیریزه های من انا در آن خرابزار بسازی؟ اختیار در دست شماست ای شاه من، جواب داد علاوالدین. وی با پادشاه خیر و خوش کرد و به خانه برگشت. در خانه وی چراغ را گرفت و آن را مالید. وقتی که جن میمون پیدا شد، علاوالدین گفت انا اکنون قصر بساز که تا حال در روی زمین کسی به مانند آن نساخته است. این کار را کرده می توانی؟ می توانم، جواب داد جن با آوازی بلند. فردا صبح تیار می شود، حتما راضی می شوی. صبح روزی دیگر در بین خرابزار قصری با شکوه قامت افراخته بود. دیوارهای آن از خشت‌های طلایی و نقره چیده شده بودند، سقفش از الماس. اکنون من میروم و سلطان را به اینجا میآرم، گفت علاوالدین. سلطان صبح همان روز به نزد تیریزه آمد و آن قصر را دید. قصر از نور آفتاب می درخشید و از دیدن آن چشم آدم خیره می شد. سلطان سراسیمه‌وار وزیر را دعوت کرد و قصر را به او نشان داد. خیر، تو چی میگویی وزیر؟ پرسید سلطان. آیا آن کسی که در یک شب چنین قصری را ساخته است سزاوار نیست شوهر دختری من شود؟ ای سلطان عالم، جواب داد وزیر، مگر شما نمیبینید که این علاوالدین جادوگر است؟ احتیاط شوید که این جوان تخت و تاجتان را از شما میگیرد. من از هیچ چیز نمیترسم، همه این گفته هایت بی اساس است، جواب داد سلطان. در این لحظه علاوالدین به نزد سلطان درآمد و تعظیم کرده او را به تماشای قصر دعوت کرد. سلطان با وزیر قصر را تماشا کردند و از زیبایی و شکوه آن به حیرت آمدند. خود همان بیگاه سلطان برای علاوالدین و شاه دختر بدور جشن با شکوه آراست. علاوالدین با شاه دختر در قصر نو زندگی می‌کردند. در افریقیه مرد مغربی از غم چراغ سیرناک غصه می‌خورد. آن مرد برای به دست آوردن چراغ سیرناک خیلی عذاب و مشقت کشید ولی نتوانست صاحبش شود. مرد مغربی فقط تسلی می‌داد. علاوالدین در زیر زمین ماند، چراغ هنوز در همان جاست. همین طور او روزهای دراز فکر میکرد و یک روز خواست باور حاصل کند که چراغ هنوز هم در زیر زمین است و به جام نیلگونش نگاه کرده دید که تمام گنجینه همان طوری که بود ایستاده است ولی چراغ دیگر در آنجا نیست. او فهمید که علاوالدین از زیر زمین نجات یافته است و در شهر خودش زندگی میکند. مغربی زود به سفر آماده شد و از بحرها، کوهها و بیابانها گذشته به سرزمین فارس، به همان شهری که علاوالدین در آنجا زندگی میکرد رسید. مرد مغربی به بازار رفت و گوش میکرد که آدمان چی میگویند. در بازار تنها درباره علاوالدین سخن میگفتند. مرد مغربی به نزد آب فروش آمده از او پرسید این علاوالدین چه خیل آدم است که همه درباره‌اش در اینجا گپ میزنند؟ معلوم می شود که تو از این جایها نیستی وگرنه میدانستی که علاوالدین کیست. آن جوان داراترین آدمی روی زمین است و قصر او معجزه حقیقی است. مرد مغربی به آبکشان 1 دینار دراز کرد و گفت این دینار را بگیر و برای من یک خدمت کن. من میخواهم قصر علاوالدین را ببینم. مرا به نزد قصر علاوالدین ببر. هیچ کس بهتر از من راه نزدیکترین را به تو نشان داده نمیتواند، جواب داد آب فروش. بیا میرویم. او مرد مغربی را به نزد قصر آورد و خودش برگشته به بازار رفت. مغربی در اطراف قصر دور زده همه جای آن را از نظر گذراند و با خود گفت چون این قصر را فقط جن غلام چراغ ساخته میتواند. شاید آن جن در همین قصر باشد. مرد مغربی خیلی وقت حیله را میاندیشید که صاحب چراغ شود و عاقبت یافت. وی به نزد آهنگر رفت و گفت و من 10 چراغ میسی تیار کن و برای آنها هر چقدر پولی که میخواهی بگیر، اما شتاب کن. این هم به تو 5 دینار پیش پرداخت. فرمان بردارم، جواب داد آهنگر. بیگاهی بیا، چراغ ها تیار میشوند. بیگاهی مرد مغربی 10 چراغ را که مثل طلا میدرخشیدند گرفت. صبح روز دیگر او به شهر رفت و در هر جا فریاد زده میگفت کی چراغ های کهنه را به نو عوض کردن میخواهد، کی چراغ کهنه میسی دارد با نو عوض میکنم. آدمان جمع شده از پس مرد مغربی میرفتند. کودکان در گردش میپریدند و داد میزدند، لیکن مرد مغربی به آنها اعتبار نمیداد و فریاد میزد کی چراغ کهنه دارد با نو عوض میکنم. عاقبت وی به نزد قصر آمد. خود علاوالدین این وقت در خانه نبود. وی به شکار رفته بود و در قصر زنش شاه دختر بدور مانده بود. آواز مرد مغربی را شنیده بدور دروازه‌بان را جیغ زده پرسید در بیرون کی فریاد زده ایستاده است و چی میخواهد؟ دروازه‌بان گفت
آنجا یک درویش است، در دستش چراغ‌های نو دارد و او میگوید که بر عوض هر یک چراغ کهنه چراغ نو میدهد. شاه دختر بدور خندید و گفت بسیار خوب، آیا در قصر ما یگان چراغ کهنه نیست؟ هست خانم، گفت یکی از کنیز. من در حجره خواجه علاءالدین چراغ مسی کهنه دیده بودم. آن را علاءالدین پیش از برآمدن به سفر در حجره‌اش فراموش کرده رفته بود. آن چراغ را بیار، فرمان داد بدور و کنیز. تو آن را به مرد مغربی برده ده و بر عوض آن نوش را بگیر، گفت به دروازه‌بان به کوچه برآمد و به مرد مغربی چراغ سحرناک را داده بر عوض آن چراغ نوی میسی را گرفت. مرد مغربی خیلی خرسند شد که توانست چراغ را به دست بیارد و آن را در بغلش پنهان کرد و رفت. او از بازار یک اسب خرید و به آن سوار شده از شهر بیرون رفت. وقتی از شهر بیرون برآمد باوری حاصل کرد که هیچ کس او را نمی‌بیند. مرد مغربی چراغ را مالید و جین میمون در پیشش حاضر شد. مرد مغربی با وی فرمان داد: می‌خواهم که قصر علاءالدین و همه آنهایی را که در آن هستند به افریقیه بری و در کنار باغ من گذاری، در نزد خانه‌ام. مرا هم به آنجا بر. اطاعت میکنم جناب، گفت جین. چشمانت را بپوش و بکشا و قصر در افریقیه میشود. شاید تو خواهی که من شهر را ویران کنم. تو همان کاری را اجرا کن که من به تو میگویم، گفت مرد مغربی و هنوز گپش به آخر نرسیده بود که خود را در درون باغ در افریقیه دید. صبح همان روز سلطان بیدار شده و تیرزه نگاه کرد و دید که قصر ناپدید شده است و در جای آن زمین هموار است. سلطان چشمانش را پاک نموده فکر کرد هنوز خواب است. حتی دستانش را پوشید که بیدار شود، اما قصر پیدا نشد. سلطان نمیدانست که چی فکر کند و با آواز بلند به گریه و ناله درآمد. و فهمید که به سر شاه دختر بدور حادثه ناخوش رخ داده است. فریاد سلطان را شنیده وزیر دویده آمد و پرسید: و شما چی شد سلطان عالم؟ چی حادثه رخ داد؟ آیا تو هیچ چیز را نمیدانی؟ فریاد زد سلطان. و تیرزه نگاه کن، چی را میبینی؟ قصر کجاست؟ تو وزیر من هستی و برای همه آن چیزی که در این شهر می شود جوابگری، لیکن از زیر بینیت قصر را غیب میزنند و تو در این باره هیچ چیز را نمیدانی. دختری من، میوه دل من کجاست؟ بگو. نمیدانم ای سلطان عالم. من به شما گفته بودم که این علاءالدین جادوگر است، لیکن شما به من باور نکردید. علاءالدین را به اینجا بیار، داد زد سلطان. در این لحظه علاءالدین از شکار آمد. خدمتگاران سلطان به کوچه برآمده به طرفش دویدند. ما را ببخش ای علاءالدین، گفت یکی از آنها. سلطان فرمان داد که دستانت را بسته به زنجیر اندازیم و به نزدش بریم. اجرای این کار برای ما دشوار است، لیکن ما از فرمان سلطان سرکشی کرده نمیتوانیم. برای چی؟ پرسید علاءالدین. آخر من بر ضد سلطان و درباریان کاری بدی نکردم. اما آنها دیگر به سخنان علاءالدین گوش نکردند و آهنگر آمده با پایهای علاءالدین زنجیر انداخت. این حادثه را دیده مردم شهر جمع شدند. اهالی شهر علاءالدین را برای نیکی و سخاوتمندیش دوست می داشتند. اما سلطان فرمان داد که علاءالدین را به نزدش بیاورند و به او گفت: وزیر من راست می گفته است که تو جادوگر و فریبگر هستی. قصر تو کجا شد و دختری من بدر کجاست؟ نمیدانم ای سلطان عالم، جواب داد علاءالدین. من گناهکار نیستم. مردم هم از سلطان خواهش کردند که به علاءالدین فرصت بدهد. من چیکار کنم ای وزیر؟ پرسید سلطان و وزیر به او گفت: همان طور کن که میگویند. آنها علاءالدین را بسیار دوست می‌دارند. راست میگویی ای وزیر، گفت سلطان و فرمان داد علاءالدین را از بند و زنجیر آزاد کنند. من تو را عفو کردم و به تو 3 روز فرصت میدهم که دخترم را یافته بیاری. فرمان بردارم، گفت علاءالدین و از شهر بیرون رفت. وی نمیدانست که به کجا رود و شاه دختر بدر را از کجا بیابد. غم او را چنان پخش کرده بود که به خود جایی نشست نمی‌یافت. روز دوم علاءالدین به نزد دریای کلان رسید و غمگین در لب ساحل نشست. او به اختیار دست راستش را به آب درآورد و ناگاه حس کرد که چیزی از انگشت خردش لغزیده پایان می‌رود. علاءالدین زود دستش را از آب بیرون برآورد و در انگشتش همان انگشتری را دید که مرد مغربی به او داده بود، ولی علاءالدین آن را تماما فراموش کرده بود. علاءالدین انگشتری را مالید و در حال در نزدش جین دهنش سری کش پیدا شد و گفت: ای صاحب انگشترین، من در نزد تویم. هرچی میخواهی فرمان بده، اجرا میکنم. شاه دختر بدر همسر من کجاست؟ پرسید علاءالدین. شاه دختر بدر و کنیزکان و غلامان و خود قصر را مرد مغربی به افریقیه برده است و همه‌شان را در داخل قصر زندانی کرده است. میخواهم که تو قصر مرا به جای اولش برگردانی، گفت علاءالدین. اما جین غلام انگشترین سرش را پایان کرد و جواب داد: ای خواجه، به من دشوار است اعتراف کنم، لیکن من این فرمان را اجرا کرده نمیتوانم. قصر را غلام چراغ ساخته است و تنها خودش میتواند آن را به جایش برگرداند.
از من یگان چیز دیگر طلب کن. این طور باشد گفت علاوالدین مرا به همانجا بر. چشمانت را بپوش و گشا گفت جن. علاوالدین چشمانش را گشاده خودش را در نزد قصر ساخته اش دید. مرد مغربی در داخل قصر نبود و برای کاری به شهر رفته بود. وی به درون قصر در آمده همسرش بدر را دید. وی با درد و الم گریه میکرد. کنیزکان و غلامان هم در حجره های دیگر زندانی شده بودند. علاوالدین شاه دختر بدر و کنیزکان و غلامان را از بند نجات داده پرسید مرد مغربی کجاست؟ آنها گفتند که 3 روز می شود که آن مرد فقط شبانگاه به باغ آمده چراغ را خبر می گیرد و به همه ما خوراک و آب نوشیدنی داده می رود. بعد از آن شاه دختر تمام حادثه را به علاوالدین نقل کرد. آن مرد چراغ سحرناک را در کجا نگاه می دارد؟ پرسید علاوالدین و شاه دختر جواب داد او هیچگاه از آن جدا نمی شود و همیشه آن را در پهلویش نگاه می دارد. و در کجا خوراک می خورد و آب نوشیدنی را از کجا می گیرد؟ پرسید علاوالدین. آنها گفتند که در پایان چشمه ای هست و آن مرد کوزه ها را پر کرده اول خودش تشنگیش را می شکسته بعد به ما آب می دهد. این طور باشد من به درون آن کوزه ها داروی خواب می اندازم و وقتی که آن مرد از آن کوزه ها آب می نوشد بیهوش شده می افتد. من چراغ سحرناک خودم را از او می گیرم. این را گفته علاوالدین در یک گوشه باغ پنهان شد. بیگاهی آن مرد به باغ آمد و به لب چشمه رسیده از کوزه‌ای که علاوالدین به آن داروی بیهوشی ریخته بود آب نوشید. دیری نگذشته آن مرد بیهوش شده به زمین افتید. علاوالدین هم دویده از بغل آن مرد چراغ سحرناک را گرفته مالید و در حال میمون غلام چراغ پیدا شد. قصر را به جای پیشترش بر و این مرد را هم به زندان انداز فرمان داد علاوالدین. دیری نگذشته جن قصر را در مقابل دربار سلطان آورد و مرد مغربی را هم به زندان انداخت. سلطان در آن لحظه در نزد تیریزه نشسته بود و با درد و الم از غم دخترش میگریست. این حادثه را دیده از حیرت و خرسندی قریب بود که بیهوش شود. سلطان در حال به قصر دخترش بدر آمد. علاوالدین و همسرش و پیشواز سلطان برآمدند. سلطان علاوالدین و دخترش را به آغوش گرفته از شادی اشک می‌ریخت. سپس شاه فرمان داد که به مناسبت برگشتن شاه دختر در شهر جشن بزرگ برپا کنند. همین طور علاوالدین سالهای دراز خوشبختانه در آن قصر با همسر و مادرش زندگی می‌کرد.